مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان ساکن ناحیه جیهون با اتهام غارتگری خبر داد. بنا به اطلاع مقامات، به شعبه میلیسیای ناحیه جیهون با عریضه مرد 37 ساله ساکن ناحیه 5 مراجعت نموده خبر داده است که 17 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 16:00 یک شخص ناشناس با دوچرخه به نزدش آمده به یگان اساس او را لطکوب نموده با زورآوری از دستش تلفن موبیلی تمغه ردمی را آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 2600 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن ناحیه جیهون همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. به این جوان بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان تا 10 سال زندان تهدید می‌کند، زیرا غارتگری در قانونگذاری جنایتی همچون جنایت وزنین ارزیابی می‌شود و برایش جزاهای شدید پیش بینی شده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تخمینا ساعت 12:30 شب 19 اپریل سال 2022 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز سفر نعمتوویچ سال تولدش 1970 ساکن ناحیه عینی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه کولاب در حدود ناحیه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه برآمده اتومبیل را به چقوری زیاده از 150 متر چپ نموده است. در نتیجه راننده اتومبیل مذکور سفروف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. این در حالی است که بنا به گزارش‌های وزارت کارهای داخلی طی هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها دست کم 8 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به هلاکت رسیدند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.